چیز واقعا عجیب میخوام بهت نشون بدم. میدونم انتظار زیادیه، ولی اگه 2 ثانیه گوشیتو بذاری زمین و دستاتو اینجوری جلوی هم نگه داری، یه میدان مغناطیسی بینشون شروع میکنه به شکل گرفتن. بدونی که بخوای قضاوت کنی یا بهش فکر کنی، فقط احساسش کن. شبیه یه توپ آهن ربایی میمونه که آروم آروم بین دستات داره شکل میگیره. و اگه دستاتو به هم نزدیک کنی، میبینی که این انرژی غلیظ و غلیظتر میشه و یه احساس خنکی کف دستات اتفاق میفته. حالا انگار که میخوای این انرژی رو بسته‌بندی و فشردش کنی. آروم آروم جمعش کن. دستاتو رو هم بذار. اگه دوست داری میتونی چشات هم ببندی. اینجاشه که خیلی عجیب میشه، چون میتونی پمپاژ شدن خون تو بدن تو از کف دستات احساس کنی. توجهت کف دستت باشه به لرزش‌های خفیفی که نوک انگشتا و کف دستت داره اتفاق میفته. حالا با این انرژی جدیدی که تو اتفاق افتاده میتونی روزتو ادامه بدی. و اگه از این تمرینات دوست داری، احتمالا یکی دیگه به زودی بذارم. و میخوام بدونی که مثل همیشه فوق‌العاده بودی.